بعد از اینکه در یک جای آرام نشستید و نفس‌های عمیق شکمی کشیدید و بدنتون آرام شد، میتونید در اوج آرامش خودتون در حالت خلسه هیپنوتیک و سطح آلفایی که قرار گرفتید با صدای آرام به خودتون بگید من آرام هستم. من در صلح با خودم هستم. اگر به هر دلیلی احساس میکنید موضوعی هستش که در مورد خودتون نمیتونید ببخشید یا در مورد دیگران نمیتونید ببخشید، میتونید به آرامی بگید من خودم رو در همین شرایطی که هست میپذیرم و خودم رو مورد بخشش قرار میدم، یا خودم رو کاملا میبخشم، یا من دیگران رو میبخشم. و یادتون باشه که شما دیگران رو میبخشید نه به خاطر اینکه اونها به بخشش شما احتیاج دارن، چون شما به آرامشش احتیاج دارید. پس من دیگران رو میبخشم و به آرامش میرسم. این جملات رو برای خودتون در آرامش تکرار میکنید و تلقین.